معلوم مرده که یه خور خورزادی که دی خانه آوردی سرپرستی از یاره که میکنه نانهوشان چطور میشه؟ اوزن خدا مهربان است، روزیشان خدا میده. از طرف دیگه آروم کلان بچه میتونه جای کار کنه، نان خوار برادر خود پیدا کنه، یک اتاق برش میتیم ثواب میشه. ما دیگه نمیفهم. اینما که خبرت کردیم که ثواب بلای جان منشان، فهمیدی؟ آروم بچه، ترکاری تیار شده، ببر دکان نور آقا. از اینجا کار را شروع کن. یک مرد هستی، سر مرد هر مشکلات نه باید حوصله کنی.
ها وارون آقا آمدی در کاره را آوردی ها شما میخوری؟ خواه شما تا هنوز خواسته ساعت 8 بجه شده من کت شما کار دارم. دمیداز جمعم دقیقا نمیمونی ماره بخیزیم بیا در کنیم ناوقت شده وقت چای سال شای تارون هم بیایم. خو خوانک سلام بیادر جان عمرت دراز از خدا 1000 سال دیگه درازش کنم میال یادت کردیم. بریم شما ریتم باشیم. سلام علیکم. ولیکم بچه ناوقت که چای سر این آمده مادر جان. بیده بچه مرا چای تا بخور. بچه مادر رفیقی چرا؟ ای جان مادر از صبح خجیل کرده هیچ نمیفهمه. حال تو بخی برو که ناوقت میشه سرت. چای بخورم. نو 10 11 12 13 14 15 16 17 18 آنون بچه آقا گفت که دیگه ترکاره را نبر که هوا گرم از گندنه گندنه شد. رو کسی بگید آرون جان خدا مهربان است. میگن یک سیب بالا پتی تا پایین بیای 100 ملاق میخوره. این کار نه یک کار دیگه. آراستی یادم آمد از پدرم یک دانه بکس که چند دانه جمپر چرمی خوب در خانه مانده. اما را ببر بفروش برات یک کار جور کن. ما برم که برات بیارم. آقا گفت که دیگه ترکاره را نبر که هوا گرم از گندنه گندنه شد. بیبی که دم جیبایش چیزی نباشن.
اینو میپوشی چند 600 میدی میگیرم کلشو ازا 600 میدی 700 میدی 700 نمیدی برو بخیر دیگه بیادر زمیده که تک تو تا چوری و شک بته بیادر اگه گلاس کش پیشه بودی گرمی نفس ما رو کشید بیادر دایی گرمی شیره کی خورده بچه به سر سرک که شیر نمیخره در یک دکان یا دان یک کلاب برو که ورزشکارا بخره در این سرک نه در اون سرک دیگه یک کلاب است دو نمونجا برو شیرت فروخته میشه دیگه بری بچه خیر ببینی بیادر چه خوب شیر بود هر روز هم اینجا با ما شیر بری چند شد پیسه؟ خیر با بیچاره مونه است مردار در خانه ما اومدی بخیکم شو برد زودی یتیم چی بی پدر بی مادر تا بکش اصلا یکتون خوشم نمیه خواد در قسمت من مشم شما شغالا از کجا پیدا شین که اولی مرا پر کردین حال خیر از دیگه اشتوک از چی میشه زارخور
usura sayku. بینوایان را خدا رزق قوی میدهد مگر ما شما را در چهارراه میدهد. او بچه کراچی را چرا ایجا استاد کردی؟ بچه مردم آمد. خیر است شتک است هم تو گریه داره. سلام علیکم. ماندنم دور باش. آقا شیرین از کار آمدی؟ حتما مانده و خسته هستی ها؟ پشت خستگی چی میگردی؟ جو تکه تکه هستو. اگر یک پیاله چای داری بیا که بخورم. 1000 دفعه چرانی؟ شبه که من یک گلاس چای بیارم. همون گپا که برای گفته بودم یادت هست؟ اون گپا وزن؟ یعنی چاکلیتا که بگی آقا شیرین مثل که از یادت رفته گپ خواستگاری را میگم گپ مینا را نه؟ وزن تو خب مرا هیچ آرام نمیمونی مثل رادیو واری روزا من میگپا در گوشم میزنی شوام مرا خود چرت زدن با اگر کار خواستگاری را جور نکنی امروز پت جلو پوستکشان یار از یولی میکشم فهمیدی؟ گپا کم کن من خودم بفهمم یکی هست شده و دیگهش اسوار خدا بخشه پدرتانم اسب بسیار خوش داشت شما مولاد همون پدر هسته سلام وارد بچه بند مامای خود ده بچیم بیاده بالیم بیشی بچه چطور هسته؟ حالتان چطور است؟ شکر خداست ماما جان ما خوب هستیم شما چطور هستین؟ خوب هستم بچه آروم بچه تو چطور هستی؟ ما آمدیم که اگر براتان بگویم خدا کنه که از مامایتان خفه نشه بیمی بچه ما به خاطر مینا آمده که مینا رو برای اسد جان بگیرم اسد هم شکر جوان است و مینا هم شکر جوان شده
چرا بچه؟ با خود گپ بد نزده. دختر جوان است. مردم صدقم گپ میزنه پشتش. بانکی پشت بختش بره. چطور بچه؟ مینا نظر تو چیست؟ ماما جان آرون راست میگه، من هنوز بسیار خرد هستم و از طرف دیگه من کارسی کنم سرنوشت آرون چطور میشه. باز بیادرکایم خرد است، اینا به سرپرستی ضرورت دارن، من مثل مادرشان ورستم. آروم بچه تو اصلا غلط فکر نکو. بهش کدام جای بری در کار بند بانی اصلا از یا سرپرستی میکنه. حالا بچه من میرم باز میبینم تا. آرون جان من از خود دور نکو، از بیادرکایم جدا نساز، من کی میتونم بهش مزنگی کنم. لالا ما کجا بریم؟ ما را کی نان میده؟ کی سرپرستی ما را میده؟ ما را کی نان میده؟ کی سرپرستی؟ آروم بچه سر گپای دیروز فکر کردی؟ حالا چرا قصر کلید پندیده؟ یا آن بگو یا نه که گپ معلوم شوه. سعادت در باشد نیازی جمله یاران
ده گیلاس شیر گرم برده باشه. جان دادا گیران نکن مینا پیش میایه جان دادا بیا بخیر کجا میری به یه عجله؟ مادر جان مرا یک دفعه اجازه بده که احسان رو ببینم. او بسیار گریه میکنه. 3 روز شده که مرا ندیده. خدا میفهمه نال دوای زوره که میته. باید از خانه بیرون نکشی فهمیدی؟ این دفعه آخرت باشه که نام بیادرایت پیش ما بگیری. مادر جان او اشتو که خورده است. پشت ما دق شده. دل انداخته. او دختر مثل که گپ صحیح نفهمیدی تو را میگم. 4 روز است که در این خانه آمدی سر هر گپ ما گپ میزنی. از خدا یک ذره بشر. باز ما کت از بیادرایت کار دارم فهمیدی؟ گم شه. اینان است که پخته کردی مزیش مثل زارواری خاک در تاله ما از روز هم خیر نیدم. لالا شیر تیار بابا بیادر در کدام فکر رسی؟ احسان لالا هیچ احسان گپ نمیزنه
پیدا بچه امروز بسیار جگرخون هستی. چی گپ است؟ اگه کدام مشکل داری بر ما بگو. بچه تو بگو لالت امروز چرا جگرخون است؟ به خاطر جگرخونه که پدر نداریم مادر نداریم، یک پدرک داشتیم مرد، خانه نداریم. بچه تو چرا وقت به من نگفتی؟ من همیشه در چشمای تو غم میدیدم. میگفتم کدام دردی است که تو را آزار میده. حال فهمیدم در زندگی چقدر مشکلات داری. اگه جای برای بود و باش نداریم، بین در خانه من همراه من زندگی کن. مادر جان تا چی وقت مرا پیش بیادرم نمیمانین؟ پرگویی را بس که دیگه. دختر که شوکت از خانه پدر خلاص میشه. مادر جان من خب پدر ندارم، یک بیادر که دارم، تو مرا پیش از او هم نمیمانی. آخر تو چی دشمنی دارم روی بیادرم؟ با دخترو تو هیچ آدم نمیشی، غیر از بکارگری دیگه کار نداری. از وقتی که تو در این خانه آمدی ما روز خوبی را ندیدیم. مادر جان من چی کارگری کردیم؟ تمام کار خانه را میکنم. با گفت دستم مگه من از تو یک چیز میخوام که نه بیادرم از دل دور کن. مادر تو چی حال انداختی؟ هر روز که ما در خانه میم تو بغیر از جنگ داد دیگه کار نداری. چی؟ ما جنگ میکنم؟ ما جنگ نمیکنم. از زنت پرسان کن. از این پندوک گل این زن نیست، بلاست. هر روز جنگ داور اینی میده خانم اندازه. من امروز فیصله کرده نیستم. یا خط طلاقی دختر در دستش میتم یا بیادرش از این خانه میکشم. لا 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 زن مامان مینو از خانه میکشه. مادر تو هر کاری که میکنی بگو. مادری رو بفهمی که اگه این کار کردی ما هم دیگه در خانه نمیشیم. تو در این خانه باز آمدی ها؟ چه تو از خواهرک دفاع میکنی؟ یا تو رو امروز از خانه میکشم یا ای را طلاقش میتم. گنگی بی غیرت، از این چاپلوسی ها ما بسیار زیاد دیدیم. یا امروز تو در این خانه باش یا خوارت.
سوزانم در زندگی ناکامم ای چرخ مسوزانم درمانده و حیرانم زین بیش مگیر یانم جهان سوختم در جور فلک زادم و در خشم جهان سوختم این پنجه غم تا کی باشد و گریبانم در زندگی سوزانم درمانده و حیرانم زین بیش مگیر یانم نمیزادم و تاهر نمیدیدم عمریست کشم باره با پی کر لرزانم در زندگی ناکامم ای آروم باشی مقد چرت نزن یارو به کسا خداست سر از امروز در خانه ما مثل برادرم زندگی بود دیگه شیر فروشی هم نرو انوار در مکتب شامل میکنیم که درس خدا بخونم تو امرای ما کلاب میری Çarya! Orun gada qatar sus. بچه شیر فروش گنگه نیست؟ آقایی را به تمرین چی؟ در روز اول از ما پیش ساز Çubi! Bakın sen! Bırakın sen! Yak!
آرون بریم تمرین که نوقت میشه. چرا بچه؟ بچیم تو باید حوصله و طاقت داشته باشی. حوصله نکنی تیار نمیشی. خیره بچیم، من تو را علیحده تمرین میدم. مسلکای عزیز، من شما را به خاطر یک موضوع خاص می‌خواستم که به تازگی به ما اطلاع رسیده یک گروهی از قاچاقبران در منطقه جا گذاشته که اینا کاربار قاچاق سلاح را این وظیفه ماست که یک پلان منظم جور بکنیم و هر چارچه به دستگیری از او اقدام شد. بله، این یک سم قاچاقبر است. موضوع را به دقت بررسی و یک پلان منظم ترتیب کن و هر چیزی به دستگیری از او اقدام کن و این وظیفه خودت است. Gas! 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 Gas!
پس تا بال زنده است چیزی به جانش نمانده. رابو را به پلیس دادی قدم خیانت کردی. برابر ببخش. به قانون ما بخشش نیست. क्या कह रही है این وطن در نوت و لنگون سودا شده 40 تا ارباب داریم. غیر پشت زن مردم پشت دختر مردم بگردی. دندون به کلید نمانده. شرم کو یک ذره. ये कब्र कब ले जाओगे? हम सफर नेस مرا بالا پرینیز زین خانه اندو هوای گذرینیز. خیر است یک چند روز دگان وقت بتیم. بابی قیس آمد باز خانه رو اعلام میتیم. از سیرجان کو تمام مملکت برباد شد. بلیاد خدا پاس است دیگه. من تو دکتر رو میشناسم مرده رو زنده میکنه. قربان وطندار قربان وطندار. این لحظه را بشناس که آواره دردم با من بگو ازش نگو بر نمیگردم.
دست علاق و مریض نیست مریض هم بهتر از که لقمه حرام کنم شوم. अरे अफगानी भाई कहा जाता पैसा मैं देता है دیک नहीं मानता है چی میکنی بازی جا؟ شرم نداری از خدا بتر. صدقه جان کار دل چارمه حرکت کو چیزگر نیست ایسا نیست
مردا این روزا کارهای ما بسیار سست پیش میره. راست میگی. حاله ما خو خواست. اگر شکار کلی خوبش باشه بازم یک چیزی میشه. لالا بچه آمده که دیگه که خانه آقا بگو بیاد گاش باشم اونجا. کلی شکاره چی کردی؟ همین دفعه ما رو ببخش دیگه دست خالی نمیاد. در قانون زورآور بخشش نیست. هارون هارون بچیم چرا؟ گلون تو چی کرده؟ انوار بچم گلون لالایت امروز در کلاب بسیار درد میکرد. تو میفهمی چرا؟ استاد از وقت درد میکرد. باید تارون تدایی شد. مریضم دیگه اتاق انتقال میکنه. دکتر صاحب عملیات دارون بخیر شد. دکتر صاحب گلونش چی تکلیف داشت؟ گلون آرون کدام ضربه دیده بود انجریش پاره شده بود. ما کوشش کردیم خداوند مهربان است ان شاء الله جور میشه. آرون بچیم چطور هستی؟ دوا مکمل در مریض میگیریم تا 2 روز امروز گپ نمیزنه. انشالله خوب میشه. هیچ چپ نزن انشالله خوب میشین. شما مریض همسیران که مشکل نداره میتونید خانه برید شد.
شاهدین چند صندوق پر کردیم؟ 2 صندوق سای پر کردیم، دیگه‌شون بچه‌ها پر میکنم میارم. سلام، کل مالا رو جای به جای کو. ما کت نفر گپ زدیم، معامله میکنم. از این بابات این جای هم تغییر میدیم، کاربارم. صحیح صاحب، کل چیزا رو آماده میکنم. جناب صاحب، اگر اجازه باشه همینجا بگیریم پیش خود ما باشه. نه زیتون، این تفنگچه با ما شما اجازه نیست. بعد از این گاه یک جای هستیم گاه دیگه جای. تو خب میفهمی که صدا داره. آرون جان، حالک شکر خوب شدی. یک چیز ازت میپرسم، خدا کنه که راز بگویی. از وقتی که من تو رو میشناسم همیشه جگرخون هستی، اشک در چشمای جریان داره. و من بگو اگه بتونم کمکت کنم. بیبی آرون، مرا غلط فکر نکن. من مثل بیادرت هستم. استاد بینزاکتی نشه، شما استاد هستین، ما شاگرد. چیزی به یاد من نیست. آرون، این استادی شاگردی رو بان. تو برادرم هستی. تو رو به می بیادری قسم که همه گپ به من راست نگوی. نه استاد، من زور قسم ندارم. من تمام قصه زندگی ما برات میکنم. من میفهم که تو بیادرم هستی. این کمک که تو همراه ما کردی هیچ کس نمیکنه. بسیار سر ما پول مصرف کردی تا که به کمک خداوند مجبور شدم. استاد، من تا زنده باشیم انسان تا فراموش نمیکنم. من تمام چیزها رو برات میگم. اما استاد، تو به کس دیگه قصه نکنی، خصوصا از این گپ بیادرکم خبر نشه. ما یک فامیل 5 نفره بودیم. پدر و مادرم بود، 2 برادر بودیم، 1 خواهر. پدر و مادرم ما را بسیار دوست داشتند و همیشه وقت ما را به درسایم تشویق میکرد. پروین جان، تو میفهمی که من امروز چقدر خوش هستم؟ امروز یک موتر میفروشیم. ببینیم که قدم میمان نو چطور است. کدام میمان نو میگین؟ میمان نو میگم که با دنیا میه. مردکه مذاق کم کو، بخی برو سر کار که ناوقت میشه. پدر جان، بخیر که از کار آمدی یک توپ فوتبال بر ما بیاری. آفرین بچه، همه تو درس بخوان که پارسال باری اول نمره شوی. هم برای تو فوتبال میخرم، هم برای بچه خود یک دونه بایسکل میخرم. خیر ببینی زن، خدا نگیرته. خدا حافظ. امید تا خدا. کاکاولی، ببین کل شهر موتر گرفته، اما کار درک نیست. دمی روزا سخت ما به پیسه ضرورت دارم. تو هم چی گپای میزنی رستم جان؟ از ما و خودت خوب بیادری است. پیسه هر چی کارت باشه ما در خدمتت هستم. کاکاولی، خدا خیر بتته، مرا بیغم ساختی.
زورآور خان تو کجا اینجا کجا؟ چطور شد که یاد ما را کردی؟ رستم خیرت است. آمدیم که یک موتر بخرم. زورآور بسیار طالبمند هستی. بهترین یک دانه موتر ملک پیش ما موجود است. چطور؟ بسیار خوبش است، فقط باروس خوریست. راست میگه. بریم که ببینیمش. بریم. راستی که رسوار است. مگر مام کم از شان نیستم. موتر به درد من میخوره. چی بگویم برادر؟ دلا صاف است. رستم موتر خود خوشم آمد. قیمتش بگو، قیمتش چند است؟ زورآور خان تو یک آدم خوب است. ما از تو قیمت نمیگیریم. چیزی که برای ما تمام شده همون پیسهش میگیریم از پیشت. هرچی نباشه همسایه مستی. قیمتش چند است؟ 5 لک برای ما تمام شده. دلت که برای ما فایده میدی یا نه؟ 5 لک در پای ما شد. 20,000 بست است. این 1 لک بگی. توپک کنینش دیگه. مبارک. غلام میری از گدام 10 تای دگام از تفنگچه برشان میتی. زورآور صاحب به خیالم یک گپ یادت میاد. کدام گپ؟ وقت پیسه موتر پورا شده روز سیومش است. خب شد که گفتی که من غمش بخورم. باقی مانده پول زورآور روان کرد حسابش کن. خیر ببینی حاجت حساب نیست. زورآور آدم خوب است. خیلی مسنادای موتر رو بتیم؟ چرا نه؟ بده مسنادای موتر. اگه اجازه تان باشه ما میریم. خداحافظ. 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 کاکا ولی از طرف پیسه خاطر ما جمع شد. من میرم که مریض دار هستم. رستم اگه دیگه پیسه هم کار داری بکن. این بسیار پیسه است. تا کی را میخورم خدا مهربان است. برم که اولادایم تنهاست. برو خداحافظ. مینا جان بچه شما آرام بشینید. من رای زنم سایم میرم شفاخانه. هر وقت که پدرت آمد عاجل شفاخانه را ایشون. خب بچه آمد. خیریت است؟ موتر کس کاره داره. چطور که ما خواستیم؟ خیریت است بدن؟ موتر کار داره. اوه زورآور تو؟ چطور که مرا خواستی؟ بس خاطر موتر آمدیم. موتر چی کده؟ ماشین موترت خراب است.
بخار میکنه. در جان ما زده نمیتونی. موتر بگی پس پیسه ما بده. خب خیلی تو گپ کس سواد موتر فروشی باش ولی هم باشه باز فیصله میکنیم. رستم من صبح کار دارم آمده نمیتونم. خیلی چاره چی؟ چاره شمیز این موتر بگی پس پیسه ما را بده. ما خوی کار کده نمیتونم تا ولی نباشه. پیسه را به خوبی بده. اگر نه به زور میگیرم از پیشت. من دیگه شه نمیفهمم. شف نه شفتالو یک قرانم برات نمیتونم. موتر خریدی خلاص شد دیگه. برو پشت کارت بده. بسیار کلشخ هستی. باکس پیسه را به خوبیت بده. من تو یک انسان خوب فکر میکردم اما حال فهمیدم که تو یک انسان ذلیل و پستی هستی. خب شد که مرا شناختی. ذلیل میگی پست میگی هرچی میگی بگو. پیسه را مرا پاس بده. اگر نه روز آخر زندگیت است. این پیسه روزی اولادم است. اول مرا بکش بعد از او بگی. غیر از او هیچ امکان نداره. و خیال با مرگت روزیستی ها؟ ای نامردا مرا به خاطر پیسه زدید.
ما یک دم تمام شده. او جان کندن پدرم هیچ وقت از یادم نمیاد. آرون بچه این دنیا ظالم ببین زراور ناجوان به خاطر پیسه ملکت کار زد. فکرت باشه بچه که سرپرستی خوب کنی از بیادرکای که مادرت آنجور شد. برید بچه باشه. مادرم در شفاخانه مرد. از او یک طفل ماند که طفل بدبخت نیروی مادر دید نیروی پدرم. خداوند دورم چند روز پیش از ما کرد. مینام با بچه ما رسی کرد. استاد بسیار عاجز دختر است، اما نمیفهم زن مایم چرا سر ظلم میکنه. آرون بس است. دیگه نمیتونم این قصه تلخ زندگیت گوش کنم. دیگه چرت نزن تو. من همراهت هستم. فقط یک بار باید پیش مینا برید. نه استاد، من اونجا نمیرم استاد. من در خونه مایم خورد کلان شدیم استاد. به خاطر که من چیز نداشتم خریب بودم. من به خاطر من از مینا جدا ساختم استاد. منم بیبی آرون جان، مینا بغیر از خدا و تو دیگه کی داره در دنیا؟ تو حتما باید یک بار پیش بری. آفرین. مال باورم آمد که تو را کس زدن نمیتونه. ما برای استاد رحیم در مورد مسابقه گپ میزنم. تو آمادگی تبینی. کجا بودی؟ چطور هستی؟ تو چرا قدیر آمدی؟ تو فکر نکردی که من تنها بدم؟ غیر از خدا و تو انور من کس دیگر ندارم. مینا من میفهمم. آرون صدا از تو بود؟ خدا را هزار بار شکر که تو جور شدی. من از خود دیگه هیچ چیز نمیخوایم. مینا من تمام چیزا را میفهمم. من میفهمم که تو غیر از من و انور دیگه کس نداری. اگه من اینجا میامدم شاید زن مامایم سر تو قار میشد. به این خاطر من اینجا نامدم. آرون تو نگفتی که گودنه چطور جور شد؟ آمینا بعد از اینکه من از اینجا رفتم به یک آدم خوب مثل فرشته سر خوردم. او ما و انور خانه خود برد. ما را مثل یک بیادر دوست داره. او استاد ورزش است. دم روزا تکلیف و گلون روز به روز زیاد شده میره. استاد مرا پیش دکتر بود. سرم بسیار پول مصرف کرد تا که به کمک خداوند مجبور شدم. مینا و تا زنده باشم قصدار از آن است. مینا جان حالا من میرم باز خبرت میگیرم. آرون از طرف روی انور ماچ کن. خداحافظ. استاد باز از چقدر وقت است که ما تو یکی دیگر رو میبینیم؟ ما از تو گله ندارم، اما اگه مصروف زندگی خود است. زندگی قسم آمده که هیچ کس به کس رضایی کرده نمیتونه. استاد این بیادرم است، بسیار ورزشکار خوب است. مسابقات شو وقت شروع میشه که نامش بتیم. سلام. مسابقات امسال خود گذشته، مسابقات تیمی رو ما سر سال میگیریم.
شما ناوقت رسیدید. استاد رئیس شما چی میگین؟ بیادر ما بسیار تیار است. بسیار ورزش کرده. ما که شواده کردیم که امسال باید از نامت در مسابقه بتون. این چطور میشه؟ خیره چرت نزن. شما پیش ما آمدین. اگه شما آماده باشین میشه مسابقه را بین خود بگیریم. آه استاد مرا خوش ساختی. هر وقت که بگویی ما آماده هستیم. درست با سیز؟ بالکل صحیح است. میتونم یک سه ببینم؟ بله آقا ببین. یکس کی است؟ یکس پدرم است. پدرت چی کار میکنه؟ پدرم فوت کرد. ببخشید. بچه را شناختی که بکسک از دستش گرفتم؟ نه. بچه رستم است. لالا؟ من نفهمیدم. چی گپ است؟ سوراب 10 سال پیش تو خرد بودی. ما و رستم سر یک موتر دعوا کردیم. او از پیش ما کشته شد. حال بچه جوان شده. اگه این سر ما بفهمه که من قاتل پدرش هستم شاید کل ما با زندان بفتیم. امو بچه سیاپوش؟ امو فهمیدم لالا. تو فکرش نکو. پیش از اینکه او خبر شوه ما یک کار میکنیم. درست باید مسابقه است. یا با تکنیک یا با زور از پیشم زنده نمیره. آفرین. اگر مسابقه جاری شد خوب. اگر نشد او را مثل پدرش از بین میبریم. Ah!
آماده است. بریم که آرامزاده تا خانه نرسه. شما کی هستی؟ مرمون نداره. مطلب شما چیز بیادر؟ مطلب ما را حالا میفهمی.
این قصبانم از این را بزده زندگی ما را تمام کرد. زورآور تکان نخوری. آرون 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 انسان کثیف. دکتر سواز آرون چطور است؟ درباره آرون چه بگویم میتونم؟ یک کار در اشکمش سطحی خورده قدر مهم نیست و کار دیگر خطرناک در جگرش رسیده. دکتر صاحب حال کدام علاج دارد؟ علاجش در دست خدای پاک است، ما کدام چاره نداریم. من جور میشم جور میشی بچیم. چرا جور نمیشی؟ استاد چرا راست نمیگی؟ من خود تمام گفت تو دکتر شدیم است. من جور نمیشم من جور استاد من هیچ وقت از تو چیز نخواستیم است. اما امروز استاد یک چیز از پشت میخوایم. چی میخوای آرون جان؟ آرون جان چی میخوای از من؟ هر چی میخوای من برات میکنم. فقط یک بار استاد مرا پیش مینا آورد بس. آرون Traditional.
نمی‌خواستم شما رو خوب بگم. مادرم گفته بود که اولادای ما از پیشت خوار نشه. ما این گفت مادرم مجای کلا نتونست. زن ما مادر نداره. دوباره مادرم من خانه شما خورد جواب شده. من نمک نخورده. اگر من کدام غلطی شده باشه من نیارون جان هارون غلطی از تو نیست، غلطی از من جان مادر. هارون من تو را امروز شناختم جان مادر. هارون بچه تو مرا ببخش اگر تو نبخشی هارون بچه خدا مرا نمیبخشه. نه دیگه پنازم من تو را بخشیدم. زن بابا من میلان مرا مثل جانم دوست دارم، اما از تو یه خواهش دارم که بعد از من دیگه سر مینازت نکن. مرا نشرمان بچه اما تو که اولای خدا اما تو یارم دکتر صاحب مریض ما چطور است؟ عملیات بخیر گذشت. مریض بیهوش است. خدا مهربان شما انتظار بکشید.
يا من اسمه دواء وذكره شفاء. هارون هارون يا من اسمه دواء وذكره شفاء. خدایا 1000 بار شکر بیادرک ما برام پس دادی.